سلام، خیلی خوش اومدیم به این یکی ویدیو ما از کیم دی. حتما اگر جدید هستین کانال ما، چنل ما که بلورد هستش رو میتونید دنبال کنید. بلورد 2 هم میتونید دنبال کنید و اینکه کانال روبیکامون هم دنبال کنید که از همه اخبار و ویدیوهامون با خبر باشید. بریم برای آنباکس کیم دی هامون. من اینجا صندلی رو بیارم بشینم که راحت تر باشیم. خب دوربینم میذارم اینجا. بچه ها امروز یه هیروز خریدیم، یه هیروز بنفش، یه چمس روبن دیاز و یه چمس دونوراما. اول میریم روبن دیازه رو باز کنیم. خب ببینیم این چمس عزیز چی برامون پخته. اینجا من همیشه اینجوری باز میکنم و باز کردن من طول میکشه. بچه ها لایک و ساب فراموش نشه و اگر دنبال میکنید کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره. خب بالاخره این شمس سامره. من میگم سامر وینیسیوسه. پدری، صد پدری سامر. عجب بستنی میخودیم. اینم که آقای مارکو ون بستنه. این هم برچسبش. ما اینا رو هم قیچی میکنیم، نگه میداریم. خیلی خوشگله. خب این هم این فعلا که بهترینش همین سامر بوده. میگم بچه ها چمس با اینکه کمتره ولی چیزای با ارزش تر و خوبی میده. بریم برای چمس دونوراما و آخرش هم که هیروز رو باز میکنیم. دروازه‌بان PSG همونطور که دارید مشاهده میکنید باز شد دیگه. دونوراما باز شد. بالاخره باز شد این چمسمون. امضایی منچستر یونایتد. بریم ببینیم کیه. آقای رود ون نیستل رودی. خیلی قدیمیه. اوورالش هم 91. بچه اگر میشناسین تو کامنت ها بگید. این کارت هم در آوردیم. برچسبش کیه؟ پس اسمشو نمیتونم بخونم. شما اگر میتونید بخونید و تو کامنت ها اسمشو بهم بگید. اوورالش 88. اینم که اینو کاری نداریم ولی از دونوراما راضی نبودم، از روبن دیاز خیلی راضی بودم. حالا میرسیم به چی؟ چمس که نه هیروز خوبه. بریم برای باز کردن. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. قربون شانسم برم. هیروز سامر. این از این مینی فیگورش که کاری نداریم. سامر کی؟ محمد صلاح سامر. از این هیروز خیلی راضی بودن. شاومنی برچسب راموس 100. این از این برچسبش. این هم از این رونالدو سامره. این کیه؟ آخرشو بازیکن بد 79. کلا از این پکا من از این خیلی راضی بودم. هیروز واقعا خوبه. از این روبن دیاز راضی بودم. از این راضی نبودم. چیزای خیلی خوبی بهمون نداد. خب اینم بود از
امروز شانسمون خیلی زیاده. من سامر دیگو مارادونا دارم. حالا فکر کن 2 تا سامرم در بیاری. بچه اینم بود از برچسبامون که بهترینش به نظر خودم همین سامرم که نه بازنشسته راموس 100 بود بهترینش. اینم از این کاغذامون که ما اینو کاری نداریم، همینجا جلو چش خودتون پارش میکنم. حالا ندارم این پسره کیه ولی خوشبالش تو چیزای کیندی هست. آره من اینو جلو چشای خودتون پارش کردم، ولی ما این 2 تا رو نگه میداریم. بچه های احمدرضا امیرعلی که دیگه شما میشناسید. 2 تا کاغذ سامری و بقیهشون هم که این برچسب مینی فیگورمون بود. اینم 79 بود اوورالش از پرایم لیگ آرسنال و یه دونه امضایی 91 و 2 تا هم سامر. به نظر من که شانسمون خیلی خوب بود. فعلا بچه ها تا آنباکس های دیگر کیندی فوتبال، فعلا پیس آوت.